با سلام خدمت شما ملت نمک نشناس، رایگان هستم. امروز در خدمتتون هستم که شما رو با مشکلاتی که الان اتفاق افتاده آشنا کرده و راه حلی رو که براش پیدا کردم رو در اختیارتون به صورت رایگان در اختیارتون بذارم. آره والا چتونه؟ مولیشو برده ها. مشکل دارم حل میکنم. ببینید کرونا سرش رو بالا گرفته. اگه الان سرش رو پایین بگیره، مثل سرسره بیاد پایین سقوط کنه، خب مشکل همه حل میشه. برای دیگه متافیزیکه. نمیدونستی؟ من سرش الان بالا گرفته و سرش رو باید بگیره پایین. و راه حل دیگرش این هستش که شما اگر همتون قبل از خواب که لباس خوابتون رو پوشیدید، این راستی این لباسی که الان تن من میبینه زمان تاغوت میگه که لباس تاج دختر شایسته و مایو، خب مسابقه شنا هم باید میدادیم، باید راه میرفتیم جلو داورا. آره نه مال اون ماست. ببینید شما اگر شب قبل از که برید بگیرید کپتون رو بذارید، قبل از که بگیرید بخوابید 30 بار بگید کروناز کروناز. اما زی رو که شما بهش اضافه کردید، ببین البته این زی همش من همین الانم بگم همش عقیده من نبود. در جمعی با دوستا نشسته بودیم بیر رهبری، آره دیگه، حسن کلید بود و اینا، یه چند تا قاضی مازی اینا همه بودن، آره دیگه، رفقا با هم تصمیم گرفتیم که این کلمه رو اصلا عوض کنیم، کردیمش کروناز. اما ز باعث میشه که این بیماری ریشه کنشه. آره والا. بعدشم این کرونا، شما که اونایی که کرونا میگیرین، اینا 25 میلیونتون رو دارم میگم. خب حسن کلید گفت دیگه 25 میلیون تالا گرفتید، باعثش خودتونید. شما اینو جذبش کردید، این کرونا رو جذب کردید، اومده جذب وجود شما شده. نباید خب جذبش میکردید. آره من زیر دیپلمم. آره شما چی؟ ندین شما باید یه جوری اینو از وجودتون حذفش کنید، جذبش نکنید. گفتم بهتون دیگه، این هم سوز رفته بالا، سرش گرفته بالا، با سرش بگیره پایین. آره دیگه اینو مشکل حل شد. جذبش نکنید، یه زی بهش اضافه کنید، بکنید کروناز. آره دیگه دوستان، این موج رو باید عوض کنید. این موج الان توش هست باید عوض کنید. این کرونا اون آ رو باید که برداریم، چون سرش بالاست، با سرش رو بیاریم پایین بکنیم ناز، کروناز. اونم که بهتون یاد دادم. موجرم که عوض کنید، خودش اصلا از بین میره، چیزی نیست، اصلا هیچی نیست. اصلا نگران نباشید، مشکلی رو برای حل کردم. برید دیگه. اگه بازم مشکل دیگه بود که میدونید که با من تماس بگیرید، مشکل رو براتون حل میکنم که اصلا انگار نه انگار. البته تمام دانشمندا و اساتید دنیا از آکسفورد تا چه میدونم استنفورد اینا همه موندن توش. خب باید میمدن پیش من یه زی فقط بهش اضافه کردم، همین. خودشون بودن، نه وکسینی هست نه قرصی هست نه هیچی نیست. اما خب با یه زی که اضافه کردن، موجره عوض کردن، سرش گرفتم، با مشکل حل میشه. خب نمیدونستن دیگه، باید میومدن پیش ما بهشون میگفتم برید دیگه. فعلا خداحافظ، من باید برم جلو داورای خدا راه برم مایه رو بهشون نشون بدم. خب مسابقه ملکه زیبایی دیگه، باید راه بریم اینجوری جلوی داوره تا یکی اونو به انتخاب کنن. اون موقع بود. خب حالا فرق کرده. راست میگین، اون 80 سال پیش بود. خب دیگه نمیدونم دیگه، یادم مونده بود. فعلا خداحافظ، بای.